اما سوال هفتم ایمان چیست؟ جواب ایمان این است که به الله سبحانه و تعالی و فرشتگانش و کتابهایش و پیامبرش و روز آخرت و به تقدیر نیک و بد آن ایمان بیاوری، اعتقاد کنی و باور داشته باشی. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است که می‌فرماید در سوره بقره آیه 285: آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. پیامبر به آنچه که از جانب پروردگارش به او نازل شد ایمان آورد و همچون مؤمنان بر آن ایمان آوردند. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. همه به الله و فرشتگان و کتابها و پیامبران ایمان آوردند. سوره بقره آیه 285. پس این آیه کریمه دلیل روشن برای ارکان ایمان است، اساسهای ایمان است که یکی از قسمت‌های مهمی سوال سوم که دین تو چیست به شمار می رود. پس ارکان اسلام عملهای ظاهری شهادتین، نماز، روزه، زکات و حج است. اما ارکان ایمان باشد باور و اعتقاد، ایمان به الله، فرشتگان، کتابها، پیامبران، روز قیامت و تقدیر و نیک و بد آن. بارک الله فیکم.